این کاسه هایی که در خونه‌تون 3 سومانی 5 سومانی میخرین او ایو کاسه ها نیست. خب بوش دارم همین کاره که نمیتونه نکنین خاله. رجب علی ایبرانی همین خاله جان من خودم میشون شونم نمیشم کلی شما اگه کاری دیگه تا میشتم شون خاله جان آخه ما رسید کارنی آخه خاله جان گفتم که مانن که همون چیزا رو من خودم میشم ای دستو نمیوه کاری نکنین همون چیزای گرانبها و قیمتبها رو نشکنین. این کاسه هایی که در خونه‌تون 3 سومانی 5 سومانی میخرین او ایو کاسه ها نیست. این کاسه های قیمت هم میدونین که پدری من بایم یک ماه هم آش شمایی رو میخره. همین کاره که نمیتونه نکنین خاله. چی گفتی؟ من ترا پرسیدستم چی گفتی بگو؟ چند باشید با مادرتون میگم که به طرفای من چقدر نشوین چی کاسه قیمت بهای داشتم همش شکستن. این او کاسه های نیست که مادرتون در دهات 5 سومون 3 سومون میخرن که این او کاسه ها نیستن یا کاسه های قیمت بهاین. ای زمان که به عقل کاسه چیه؟ خونه و دارم ماشینم زندگیم تمامی بده نبدم فدای یک تاری موی مادرم میکنم فهمیدی؟ فدای یک تاری موش تو میفهمی چی گفتم تا؟ ای زنکی به عقل تو اگر اوله ما باشی مادری فرزندای ما باشی زندگی ما باشی مادرم تمامی دنیای مای میفهمی امیرا؟ مادرم تمامی دنیای مای مادر مرا 18 سال خران پیشان کلام کرد امروز تو زبون درست بسری مادری مرا گرد میزنی؟ ها؟ چند باشید میگم که همون کاسه ها را نرسین همون کار را نکنین مانین من خودم میکنم خودشانه نشان میتین فقط دسته ای مادرتونه یگام پسوده در خونه لغش نشکسته نمونده. زود بخشش پرس زود بخشش پرس بطرم بزیستم. دوستان عزیز یک لحظه با دقت خواهران مادران و اپاهای عزیز میرسونیم که شرکت فابرلیک برای شما شرایط خوبی کاری را فراهم آورده که شما میتونین در خانه هاتون هم خیلی سیکه کرده توسط یک تلفن موبیلی کار و فعالیت خودتون بیزنس خودتون پیش برده ماه به ماه زینه به زینه یعنی که بالا برین و معاشای خوب به دست بیارین. برای به کار قبول شدن در شرکت فابرلیک شما در نه دیپلم لازمه نه زبان خارجی و روسی و انگلیسی و خیتایی را دانستن لازمه نه گفتی همون گپا که در یگان کارخانه دولتی هم کار کنین مانع نمیشوه. بعد رول تا خرکا دانشجو دخترکا شما را میتونین اپجانکای ما مقصد گپ که کار کنین پروستو برای با کار قبول شدن شما یگان کس از زورا نمیکنین التماس نمیکنین ایخونتون نمیبروین فقط واتساپ اپای رابیابانو دایرکتور شرکت فابرلیک های اپاجانی مرا نمروش سخن میکنین در واتساپش اینو رجب علی ایبرانی سلام علیک مینویسین اپای مرا میگن تمام نازکی های کارا نقطه به نقطه نشانتون میتم میفهمونتون به پول اینو ما گپ زنه رجیستراتون میکنه. خلاصه گپ که بعد میتونین که روز تا روز یعنی که چه مای ویدیوی بیهوده تماشا کردن ده روز تا روز بیزنس خودتون پیش برده پول بعد از بیارین پول که بعد از آوردین بعد ما هم یک سلام علیک یک سراغ کنین اقلا در یک ویدیو رحمت بنویسین. دوستان عزیز حرکت کنین ان شاء الله که چندین شناسای ما کار کردن خدا را شکر که صاحب سوم شده اگر بدراین بنویسین شما را هم صاحب سوم میشین شما را زندگیتون بالا دسته ای مادرتونه یگام پسوده در خونه لغش نشکسته نمونده. زود بخشش پرس زود بخشش پرس بطرم بزیستم. بخشش خاله جان دیگر تکرار نمیشود. من نشنویدم. بخشش خاله جان یک باری دیگه من نشنویدستم من نفهمیدستم من زبانی براقتی زبانی مهربانونه خطی من باید بشنوم خواب گوش دارم. خاله جان بخشش دیگر تکرار نمیکنم. بخشش ای زنک ابله دیم باری دیگه من ببینم نسبتی مادر به احترامی کردن تا فهمیدی؟ مادر ایگلدم نازکتر باید به قدر مادر برسی. من مادری ترا رنگی گوهره که چشم احترام میکنم ای مادری خودم کم نمیدونم و همین خاطر من دیم بار دیگه نبینم به احترامی کردن تا فهمو؟ بله فهمیدم. یک چیز فراموش نکن امروز کلینی
اگر ترا مادر میشه خشتومند میشه بعد این چیزا را درک میکنی. به همین خاطر امروز خطا نکن که بعد پگه عذاب شب کشی.